بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. درس یکم، حرف های هجا. الف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، هاء، لا، لام، ألف. مجموعي لام وألف. لام، ألف. همزة، ياء، ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، هاء، لا، همزة، ياء. حرفهای زبان عربی 28 باشند به غیر از لام، الف و همزه. حرف ز که این است، حرف ز 3 شکل تلفظ دارد یا 3 نام دارد. زی بر وزن کی، زی و زی بر وزن واو و زاون بر وزن راون. و زایون بیشتر نام گرفته شده است، اما بعضی کسا زینون میگویند، این خطا است. حرف های ث و ذال و ظا، حرف های ث و ذال
و لا حرف هایی هستند که از نوک دندان ها مخرج دارند. شکل بیانی به این صورت است که وا زبان از میان دندان ها به این صورت قرار می گیرد و میانه زبان بالا برداشته می شود. وا زی عادی نه، بلکه زی است که از نوک زبان از میان دندان ها می براید کمه و میان زبان برداشته می شود. این لا غفص تلفظ می شود. و س و ذل باشد، این هم مخرجش نوک زبان است، ولی میانه زبان مانند لا بلند نمی شود. به چنین صورت تلفظ می گردد که س اون س، ذل ذل، س ذل. وظیفه ما در این درس در برابر دانستن حرف ها دانستن مخرج این سه حرف است. ضا، ث، ذل. همه اینها از نوک زبان از میان دندان های پیش میبراید، ولی در ضا میانه زبان درشت می شود و در اینجا به حال خود باقی میماند و این یعنی لفظ تلفظ نمی شود. ضا، ث، ذ. مثال در قرآن به این گونه آمدگی است که هر سه کلمه که در آیت از سوره مرسلات هست، سه حرف از کلمه های اول این ظل ذی ثلاثه، ظل ذی ثلاثه، یا که حرفای دوم این سه کلمه آیت از سوره نساء للذکری نوک زبان، للذکری مثل نوک زبان، مثل حظ للذکری مثل حظ، للذکری مثل حظ، ظل ذی ثلاث، ظل ذی ثلاث.